خدایا پروردگارا برای ما غیرت صدر اسلام نصیب فرما. او خواهران مسلمانی که از تاجیکستان به خاطر حجابشان یا الله پول پرداخت میکنن، یا الله حجابشان دریده میشه. برادران مسلمانی که در نزد چشمانشان خدایا حجابشان دریده میشه، حجاب خواهرانشان دریده میشه. خدایا پروردگارا یا الله به داد و مسلمانان برس، یا الله حکمتدارانشان توفیق نصیب فرما. اگر توفیق نیست خدایا یا الله محو نابودشان بکن، خادمین اسلام نصیبشان بفرما. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك يا الله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الهی پروردگارا خدایا ما جوانان و سفیدان ما همه دست به طرف تو دراز کردیم. الهی پروردگارا دست عذر و دست عاجزی دراز کردیم. خدا دستهای ما را بلند بکن. الهی پروردگارا دستهای ما را بلند بکن. الهی دستهای ما را قبول بفرما. الهی پروردگارا در قدم اول ای خواهران و برادران و طفلانی که در این شفاخانه پهلوی ما در بستر بیماری خواب هستند خدایا برای از اینها شفای عاجل و کامل عطا بفرما. از شفاخانه غیبی خود پروردگارا شفای عاجل و کامل ارزانی بفرما. الهی خواهران و برادران دیگر هم در هر گوشه و کنار دنیا از مسلمانان مریض باشند خدایا شفای عاجل و کامل نصیب بفرما. الهی پروردگارا خدایا قرضاری های مسلمانان را خلاص بفرما. الهی پروردگارا مشکلات امت مسلمه را حل بفرما. مشکلات مردان و زنان امت سردار دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را حل بفرما. الهی پروردگارا ما مسلمانان در دنیا مظلوم قرار گرفتیم، یا الله خوار و ذلیل شدیم. خدایا پروردگارا عزت صدر اسلامی برای ما نصیب بفرما. الهی پروردگارا خدایا ما دست بالا کردیم، خدایا ما عاجز و ناتوان هستیم. خدایا غیرت صدر اسلام برای ما نصیب بفرما. الهی غیرت صدر اسلام نصیب بفرما. الهی پروردگارا ما خطا کردیم، ما جفا کردیم، ما دین رسول الله را تباه کردیم. یا الله پروردگارا یا الله ما را ببخش، یا الله ما را ببخش، یا الله ما را ببخش. الهی پروردگارا جوانان ما را ببخش، سفیدان ما را ببخش. الهی پروردگارا هر قدمی که میگذاریم خدای نظر خود را از بالای سر ما قطع نکن. الهی پروردگار از خواهران و مادران ما قطع نکن. الهی پروردگارا خدایا سردار دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به خاطر این دین دندان مبارکشان شهید شد. یا الله خون از پیشانی مبارکشان ریخت. یا الله شکم بهای حیوانات را به شانها و گردنهایشان دشمنان اسلام انداختن. یا الله پروردگارا به خاطر دین تو خدای ابوبکر یا الله پروردگارا شهید شد، عمر شهید شد، عثمان و علی شهید شد. یا الله حضرت سمیه از میان دو شق شد. یا الله پروردگارا یا الله پروردگار هزاران فرزند اسلامی خدایا تکه تکه و پاره پاره شد. خدایا پروردگارا اما در این زمان ما دین دخار کردیم، دین اسلام را مظلوم قرار دادیم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اسلام را خار نکن. یا الله پروردگارا دشمنان اسلام میخوان اسلام را غریب کنن،
نور اسلام را از بین ببرند. اما پروردگارا در صدر اسلام نتوانستند، تا به این لحظه نتوانستند. اما خدایا نشه که ما زنده باشیم نور اسلام خاموش شود، نور اسلام از بین بره. یا الله یا الله، در روز قیامت به حضور سردار دو عالم محمد نازنین، محمد عربی، یا الله چگونه نگاه کنیم؟ یا الله چگونه نگاه کنیم؟ به حضور ابوبکر چگونه نگاه کنیم؟ به حضور عمر، به طرف چهره هیبتناک عمر، یا الله چگونه نگاه کنیم؟ خدایا پروردگارا برای ما غیرت صدر اسلام نصیب فرما. او خواهران مسلمانی که از تاجیکستان به خاطر حجابشان یا الله پول پرداخت میکنن، یا الله حجابشان دریده میشه. برادران مسلمانی که در نزدشان، در نزد چشمانشان خدایا حجابشان دریده میشه، حجاب خواهرانشان دریده میشه. خدایا پروردگارا یا الله به داد و مسلمانان برس. یا الله حکمتدارانشان توفیق نصیب فرما. اگر توفیق نیست خدایا یا الله محو نابودشان بکن. خادمین اسلام نصیبشان بفرما. یا الله کسانی که به اسلام خدمت میکنن، اسلام را دوست دارن، خدای دو سرزمین حاکم بگردان. یا الله عمر مشربان را حاکم بگردان، ابوبکر مشربان را حاکم بگردان، علی مشربان را حاکم بگردان. الهی پروردگارا خدایا تو آن کن که انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. نان کن که فردا در میدان حشر تو ناخشنود باشی و ما شرمسار. آخرین قول همه ما را کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله.